آیا می دانید برترین و مدرنترین جنگنده جهان چیست و چرا؟ گهگاه در ذهنمان سوالاتی پیش می آید و دوست داریم که در ورطه نظامی کسی قوی ترین و مهمترین جنگنده های جهان را به تفکیک برایمان توضیح دهد تا بفهمیم که قوی ترین جنگنده های جهان چه نام دارند و چه کارایی هایی دارند. در این ویدیو به شکل تحلیلی 10 تا از جنگنده های برتر جهان را معرفی می کنیم و این جنگنده ها را از نظر پنهانکاری، تسلیحات، سرعت، برد و قابلیت مانور و فناوری با یکدیگر مقایسه می کنیم. در ویژگی ها و خصوصیات این 10 جنگنده مهم دنیا از نظرات خلبان ها درباره توانمندی های مختلف جنگنده ها در آموزش مانور داگ فایت نیز استفاده شده است. این 10 جنگنده مخوف دنیا بسیار وحشتناک و ویرانگر هستند و نکته جالب توجه این است که تا به حال در شرایط جنگی هیچ یک از آنها در مقابل یکدیگر قرار نگرفتند. در بررسی هواپیماهای جنگنده آموزش خلبانان نیز نکته‌ای بسیار مهم است و عملکرد هواپیما بسیار به عملکرد خلبان وابسته است. یعنی اگر جنگنده فوق‌العاده با تمام امکانات را در اختیار خلبانی قرار دهیم که مهارت کافی برای استفاده از این جنگنده را نداشته باشد، ممکن است در میدان نبرد شکست بخورد. در این ویدیو جنگنده هایی را خدمتتان معرفی می کنم که عملیاتی شدند و در جنگ ها از آنها استفاده شده است و کاری با جنگنده هایی که در مراحل اولیه توسعه هستند نداریم. شماره 10: بوئینگ F-22 رپتور، لاکهید مارتین آمریکا. این جنگنده حیرت آور یعنی F-22 رپتور تقریباً برای رادارها نامرئی است. F-22 رپتور پیشرفته ترین و گران قیمت ترین جنگنده است که تاکنون در دنیا ساخته شده است. البته بسیاری از حسگرها و عیونی که این هواپیما فوق‌العاده محرمانه بوده و کسی از آنها اطلاعی ندارد. قدرت مانورپذیری عجیب و غریب این جنگنده به خاطر داشتن موتورهای خیلی قوی که امکان سوپرکروز در بردهای طولانی را به این جنگنده می‌دهد و نازل‌های TVC و سامانه کنترلی FBW سلایه آن است. F-22 رپتور در ابتدا تنها به عنوان یک هواپیمای برتر هوایی معرفی شد، اما بعدها قابلیت ضربتی نیز به آن اضافه گردید. نکته جالب توجه درباره این هواپیما این است که تا به حال به هیچ کشوری، حتی کشورهای متحد و کشورهای عضو ناتو فروخته نشده است و تنها آمریکا دارای این جنگنده می باشد و در حال حاضر بهترین جنگنده دنیا می باشد. شماره 9: جنگنده F-35 لاکهید مارتین آمریکا. جنگنده مخوف F-35 که با نام لایتینگ 2 نیز معرفی می شود، جنگنده چند منظوره جدید است که از سال 2015 توسط نیروهای دریایی آمریکا به خدمت گرفته شدند. جنگنده F-35 با عنوان جنگنده ضربتی مشترک به نام JSF با هدف جایگزینی با هواپیماهای قبلی خود توسعه داده شده است. F-35 جنگنده است که به کشورهای دیگر هم صادر خواهد شد. اتاق و کابین این جنگنده شبیه طراحی F-22 لاکهید مارتین می باشد. البته ناگفته نماند F-35 کمی کوچکتر از F-22 است و یک موتور دارد، ولی از فناوری پنهانکاری بهره میبرد و سطح مقطع راداری آن فوق‌العاده کاهش می‌یابد و ردیابی آن بسیار سخت و دشوار است. این جنگنده قدرتمند چند منظوره میتواند مأموریت‌های دفاع هوایی، پشتیبانی‌های نزدیک و انداختن بمب‌های تاکتیکی را به نحو احسن انجام بدهد و با پیشرفته‌ترین موشک‌های هوا به هوا و هوا به سطح سازگاری دارد. این هواپیما در 3 نوع مختلف ساخته شد. یکی F-35E که با قابلیت نشست و برخاست عادی بود، دیگری F-35B که با قابلیت نشست و برخاست کوتاه و عمودی بود و دیگری F-35C بود که جهت ناونشینی ساخته شد. و البته باید گفته شود که به گزارشات کشور آمریکا 80% قطعات این 3 هواپیما با یکدیگر مشترک هستند. شماره 8: بوئینگ FE-18 سوپر هورنت آمریکا. همکنون سوپر هورنت توانمندترین و قویترین جنگنده چند منظوره نیروی دریایی آمریکا می باشد.
این جنگنده ناونشین می باشد و اهداف هوایی و زمینی را به سرعت منهدم می کند. جنگنده سوپر هورنت توسط استرالیا نیز به خدمت گرفته شده است و جزو جنگنده های اصلی این کشور به حساب می آید. FA-18E مدل تک سرنشینه و FA-18F مدل دو سرنشینه می باشد و این دو مدل های بزرگتر و غول‌پیکرتر از FE-18C و D هورنت می باشد. این هواپیما به دلیل داشتن مخزن‌های سوخت داخلی خیلی بزرگ برد بیشتری نسبت به بقیه جنگنده ها دارد. اویونیک سوپر هورنت نیز پیشرفت یافته است و فکرهایی هم برای کاهش سطح مقطع راداری این جنگنده اندیشیده شده است. شماره 7 جنگنده یوروفایتر تایفون اتحادیه اروپا در سال 1986 برای طراحی و ساخت یک جنگنده چند منظوره با کاربرد رهگیری و قابلیت حمله زمینی یوروفایتر با مشارکت کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلستان و بعدها اسپانیا جلسه‌ای تشکیل داد. این جنگنده یعنی یوروفایتر تایفون موشک‌های فوق پیشرفته اروپایی را حمل می‌کند و از یک سامانه اویونیک بسیار پیشرفته و قوی بهره می‌برد. در جاهایی هم ادعا شده که تایفون نیمی از قابلیت‌های F-22 رپتور آمریکا را دارا میباشد و این چنین به نظر میرسد تایفون نسبت به جنگنده‌های F-15 رافال فرانسوی و سوخو 27 روسی و بسیاری جنگنده‌های دیگر برتری دارد. یوروفایتر تایفون قدرت دفاع هوایی اروپا را تا قرن 21 به خوبی میتواند حفظ و حراست کند. شماره 6 داسو رافال فرانسه. جنگنده داسو رافال به خدمت در نیروی هوایی و نیروی دریایی فرانسه مشغول است. چند منظوره است و سطح مقطع راداری آن به خوبی کاهش یافته است و قدرت مانورپذیری بالایی دارد. جنگنده داسو رافال می تواند 40 هدف را ردیابی کند و 4 هدف را به طور همزمان نشانه گیری کند. این جنگنده مخوف در مقابل F-16 آمریکایی قد علم کرده است و همچنین قدرت دفاع هوایی فرانسه را تا قرن 21 حفظ خواهد کرد. شماره 5 سوخو 35 روسیه. جنگنده چند منظوره است و یک پله پیشرفته تر از سوخو 27 است. برای صادرات به جای سوخو 27 و میگ 29 پیشنهاد می شود. در سال 2012 در نیروی هوایی روسیه به خدمت گرفته شده است و طراحان این هواپیما آن را از نسل 4++ می دانند. سوخو 35 جنگنده بسیار سریع با قابلیت مانور بالا و برد طولانی می باشد و قدرت پرواز در ارتفاعات خیلی بالا و حمل تسلیحات خیلی سنگین را دارد. جنگنده سوخو 35 12 جایگاه حمل سلاح را در زیر بال و بدنه خود دارد و می تواند مقدار خیلی زیادی مهمات را با حد اکثر وزن 8000 کیلوگرم حمل کند. موتورهای فوق قدرتمند این جنگنده امکان سوپرکروز در بردهای طولانی را به آن می دهند و بدون استفاده از پسسوز جنگنده را به سرعت مافوق صوت می رسانند. موتورهای قدرتمند این جنگنده از جهت‌دهی سه‌بعدی بردار نیروی تراست استفاده می کنند و قابلیت مانور فوق‌العاده‌ای را به سوخو 35 می دهند. اخیراً هم یک جنگنده برتر هوایی دیگر نیز در روسیه در حال توسعه است که نام آن را سوخوی پکفا اعلام کردند. شماره 4 مکدانل داگلاس F-15 ایگل آمریکا. جنگنده F-15 ایگل یک جنگنده با هدف برتری هوایی است که برای نفوذ به استحکامات دشمن طراحی و ساخته شده است. با وجود اینکه تا امروز حدود 30 سال است که از عمر این جنگنده مخوف می‌گذرد، اما هنوز یک جنگنده درست و حسابی محسوب می‌شود. این هواپیما بیشتر از 100 جنگ موفق هوایی داشته است و در بین موفق‌ترین جنگنده‌های دوران جنگ سرد قرار دارد. F-15 از تجهیزات تسلیحاتی و راداری مختلفی استفاده می کند که برایش امکان شناسایی، رهگیری و حمله به هواپیماهای دشمن را در قلمرو هوایی دشمن فراهم می کند.
این جنگنده تعداد زیادی از موشک‌های هوا به هوا را حمل می‌کند و قابلیت مانور فوق‌العاده بالایی را دارد و همچنان در خدمت نیروی هوایی آمریکا قرار دارد و این چنین که پیش بینی می‌شود حداقل تا انتهای سال 2025 عملیاتی است. این هواپیما به کشورهای ژاپن و عربستان سعودی نیز فروخته شده است. شماره 3 جنگنده میگ 31 روسیه. جنگنده میگ 31 با مشخصه ناتو فوکس هانت عنوان بخشی از برنامه دفاع هوایی شوروی برای مقابله با تهدید موشک‌های کروز و هواپیماهای ارتفاع پایین ناتو طراحی و ساخته شده است. البته نگفته نماند که فوکس هانت به معنای سگ تازی برای شکار روباه است. این جنگنده رهگیر سرعت و نرخ صعود خیلی بالایی دارد و در ارتفاعات خیلی بلند پرواز می کند و به خاطر همین توانمندی ها از قابلیت مانورپذیری این جنگنده کم شده است. جنگنده میگ 31 از موشک های استفاده می کند که هواپیماهای دشمن را در فاصله های خیلی خیلی دور هدف قرار می دهد. آخرین گونه این جنگنده میگ 31 BM است. واقعا به شکل یک سگ تازی برای شکار روباه عمل می کند و می تواند رهگیری هایی با برد طولانی و مأموریت های تهاجمی و دفاعی دقیق را به خوبی انجام دهد. این جنگنده به گونه است که از آن به ستون فقرات دفاع هوایی روسیه نام می برند. شماره 2 جنگنده فالکن F-16 لاکهید مارتین آمریکا. جنگنده F-16 نمونه جایگزین سبکتر و ارزان قیمتتر از F-15 ایگل است. این جنگنده در تعداد خیلی بالا تولید شده و در جنگ‌های متفاوتی نیز شرکت داده شده. بیش از 4500 فروند از این جنگنده طراحی و ساخته شده است. F-16 به طور گسترده‌ای فروخته شده و در سراسر جهان در 26 کشور حالت عملیاتی دارد. این جنگنده جثه کوچکی دارد ولی در عوض مانورپذیری خیلی فوق‌العاده‌ای دارد. در این هواپیما کابین یک تکه طراحی شده که برای بهبود در دید خلبان است و این جنگنده هنوز در خدمت نیروی هوایی آمریکا قرار دارد و در آینده با F-35 لایتینگ 2 جایگزین خواهد شد. شماره 1 ساب JAS 39 گریپن محصول سوئد. گریپن جنگنده سبک و چند منظوره نسل 4 می باشد که توسط شرکت ساب طراحی و ساخته شده است. جنگنده گریپن بسیار چابک است و به خاطر طراحی آیرودینامیک خودش در جنگ‌های بسته عملکرد بسیار خوبی دارد و توانایی نشست و برخاست در باندهای کوتاه را هم دارد. برخی از اجزای این جنگنده تولید کشور آمریکاست. در مورد جنگنده گریپن گفته شده است که کمترین هزینه‌های عملیاتی را دارد، قابل اطمینان است و تعمیر و نگهداری آن فوق‌العاده راحت است. جنگنده گریپن هسته مرکزی توان هوایی سوئد در قرن 21 است. گریپن در صادرات هم موفقیت‌هایی داشته و تا به حال به جمهوری چک، مجارستان، آفریقای جنوبی، تایلند و انگلستان فروخته شده است. با بررسی این 10 جنگنده برتر جهان متوجه شدیم که تکنولوژی و نوآوری در صنعت دفاعی چقدر میتواند سرنوشت ساز باشد. حال یک سوال از مخاطبان عزیزم دارم. به نظر شما در دنیای امروز که تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفته است، آیا جنگنده های بدون سرنشین می توانند جایگزین جنگنده های با سرنشین شوند؟ نظرات جذاب خودتون رو در کامنت بفرمایید.